آقا پسرا چرا اینجورین؟ شما همه نوشتین من میدادم داداش. به چه خبرتون الان؟ چرا اینجورین شما؟ 8 سره داره. ساعتی هم میگه کار میکردم 1,500 تا 2 در روز 5-6 تومن کاسب بودم. به خدا اینجا نوشته، من نمیتونم آیدیش اگر چیز کنم من اسکرین شاتشو میذارم تو ویدیو. در ما 120 تومن میگه میزدم. سلام علیکم، خیلی مخلصیم. اولین ویدیو چنل یوتیوب من به صورت لانگ. خیلی مخلصیم، خوش اومدین. من توی پیج اینستاگرامم یه دونه کوئسچن باکس گذاشتم با این سوال که اگر فقط یک روز جنسیتتون عوض میشد چه کارایی میکردین؟ حتی اون کثیف‌ترین چیزایی که تو ذهنتون بودم دوست داشتم بهم جواب بدین. حالا شما یه سریاشو جواب دادین، من میخوام بخونم واسهتون. میریم اولی رو. یه خانوم گفته که میرفتم سر کار. واقعا دستم درد نکنه، خیلی تاثیرگذار بود. خانوم بعدی گفتن که از چیزی که هستم راضیم، چون زنم مثل مرد کار میکنم. واقعا عالیه، دمتون گرم. به شخص خیلی حال میکنم که یه خانوم تو این وضعیت اقتصادی داره میره پا به پای مردا کار میکنه، پول در میاره، مثل بعضیا نمیره دبی بیزی بشه و اینا. من واقعا دمت گرم آبجی. خیلی یه بنده خدایی هم که ولش کن، اصلا جنسیتش به من ربطی نداره و اونجوری که باید زندگی میکردم، چون متاسفانه توی یک جسم اشتباهی به دنیا آمدم. واقعا اینجور بچه ها مثل ما، اونا هم انسان هن هیچ تقصیری ندارن که این مدلی به دنیا آمدن. اصلا میزان حالا پزشکیش نمیدونم چه، یه سری هورمون هاشون با ما فرق میکنه، دست خودشون نیست. سعی کنیم بچه ها رو دوست داشته باشیم، نه حالا اونقدر که تاثیرگذار باشن رو ما، بخوان گرایش جنسی ما رو عوض کنن، نه کلا دارم میگم. بله، یکی از دوستان بنده که از آشناانم هست فرمودن که به همه داداش همین الانم دیر نیست، میتونی بری بدی، اصلا اشکالی نداره، ولی خدا رو شکر میکنم که تو دختر نشدی، چون با این معرفتی که تو داری قطعا یه آقایی برگشتی گفته که من اگر جنسیتم عوض میشد امتحان میکردم ببینم سر پا میتونم بشاشم یا نه. الان این آپشن حساب میشه ناموسن. یه خانم دیگه هم گفته که پوشیدن لباس زنانه رفتن تو خیابون دیدن عکس العمل مردم، حس کنجکاویشو میخواست احتمالاً تست کنه که مردا از چه زاویه یه خانم نگاه میکنن. میتونه جالب باشه به نظرم. بله، خانوما اصلا جواباشون خیلی دارک بود تو این کوئسچن باکس به نظرم. من به شخصه خودم به عنوان یک مرد اکثرا همین جوابو دادن. همه رو چرا آخه شما همین الان به همجنسای خودتون رحم نمی کنیم با این لفظی که داریم میگیم، بعد از آقایون انتظار داریم مثلا مراعات بکنن؟ خب نمیشه دیگه. شما خودتون یعنی اگر آقا بودین همه رو بعد به ما میگین شما چرا اینجورین. الان چی شد بالاخره؟ یه خانم میشه اگه پسر میشدم حق طلاق و تمام حقهایی که برای همسرمه رو به همسرم میدادم. آبجی شما که به تمام حقهای روز برای ازدواج پایبند هستین و حتی مهریه که یک حق اسلامیه به عنوان یک چیز ارزشمند پشتیبانه برای یک زن در نظر گرفتین، توی اسلام 4 همسری رو هم باب کردن. آیا میپسندین؟ چی شد؟ anyway بریم بعدی. حس پدر شدن یه خانم نوشته بود، دوست داشتم تجربه کنم. خیلی چیز عجیبیه به نظرم. حس خودم هم میگم اینکه من اگر 24 ساعت جنسیتم عوض میشد دوست داشتم چی بشم یا چی کار کنم. خودم هم میگم. یه خانم دیگه هم نوشته که میرفتم سر کار میکردم، اون موتور و ماشینی که میخواستم رو میگرفتم، بعدش یه خونه مجردی میگرفتم.
آبجی با این فرمونی که تو میخوای پیش بری تهش خراب بازی یا کثافت بازی و فسق و فجوره در جریان داره که ایشالله که به تک تک اونایی که میخوای برسی و موفق باشی. آقا پسرا چرا اینجورین؟ شما همه نوشتیم من میدادم داداش، به چه خبرتون الان چرا اینجورین؟ شما تش داره ساعتی هم میگه کار میکردم 1,500 تا 2 در روز 5-6 تومن کاسب بودم. به خدا اینجا نوشته من نمیتونم آیدیش اگر چیز کنم من اسکرین شاتشو میذارم تو ویدیو. در ما 120 تومن میگه میزدم. واقعا بازم میگم خدا رو شکر شما پسرا، شمایی که الان اینجوری جواب نوشتیم واسم دختر نشدین، شما خیلی خراب میشدین. یه رفیق دیگه‌مون ریپلی کرده استوریو در جواب همین سوال، گفته که میرفتم تو استخر زنونه تا میتونستم. خلاصه که اول یک سوال آیدیش هم گفت بخونی اشکال نداره، سینا جان، حالا بقیه رو من نمیگم. شما در جریان هستی که قرار شما زن بشی، بعد شما زن بشی میخوای بری کیو دید بزنی؟ چه لذتی واسط داره زن رو دید بزنه؟ مگر اینکه تمایلات حالا بلا کن. الان شما پسرا خب میخواین که همون چیز خب که بریم خودمونم. آره خب آره. پس HPV متعرض میشیم. نه خب هممون که دوست نداریم، حالا یه سری مریضن یا شاید حسشو داشته باشن. الان هم نبودن همش، اکثرا نه همه نبودن، دوست داشتن تجربه کنن. عجیبه اصلا بذار نمیپذ نه من به شخص دوست ندارم این چیزا رو اصلا تست کنم، اصلا دردش و اینا اصلا نو و در آخر هم خودم دوست داشتم که اگر جنسیتم عوض میشد اینجا رو باید یکم غم انگیزش کنیم. دوست داشتم مادر شدن رو تجربه کنم. احساس میکنم خیلی چیز عجیب غریبیه. دمتون گرم، دوستتون دارم. من محسن محمودیانم، آیدی پیج اینستاگرام این زیر واسهتون میذارم. اگر از ویدیوهای من خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره.